وزیر اعظم بگه 100 سکه طلا برو پرتقال بخر بیا بخوریم. 100 سکه برای پرتقال، 90 تای آن را خود برمیداریم. 10 سکه زر کافی است. وزیر تشریفات. بله امیر. یا این 10 سکه را بگیر و برای اعلی حضرت مقداری پرتقال آبدار تهیه کن. بله امیر چشم. 10 سکه برای پرتقال خیلی زیاده، ما هم خوردیم بابا. سربت این سکه برگری یا سبت پرتقال برگری زی هم برگری یای. اطاعت. برگرد. بدا ایمان بازار پرتقال درجه 1 بهشتی. اردک نشی تو محور مومن میوه فروتنی؟ میبریم آقا مگو بیو. خدا نصرت پرتقال دارم. رشوه مامور دولت دیگه؟ دو سبت. یواشکی کسی نفهمه. 2 تا سبت پرتقال، یکی برای گرام خودم، یکی انا وزیر تشریفات. خدا بده برکت. یا سبت پرتقال برای وزیر اعظم خیلی زیادی فلان. نصف خودم برگرم، نصف بعدم وزیر اعظم بخوره مگه چه که خور وزیر اعظم؟ سهر بن حیفی. اعلی حضرت نهایتش 2 دانه میخورد. الباقی سهم حقیر است. بفرمایید اعلی حضرت. 100 سکه طلا، یه دونه پرکی. مردم واسه خیلی خوب میدی. مالیات بیشتر بکنی. چشم اعلی حضرت. روند تکامل سرقت در حکومت‌ها در طی سال‌ها اینجوری بوده. یک دوم جان ما اگه حال کردی صاحب کن.